روز یکشنبه در سراسر روسیه اعتراض بر ضد بالا بردن سن نفقه برپا شد. اعتراضگران از پرزیدنت پوتین و حکومت این کشور خواستند که خود آنها به نفقه برآیند ولی سن نفقه بدون تغییر ماند. اتفاقهای کسبه، حزب‌های سیاسی و سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی مردم کشور را بر راهپیمایی‌های روز 1 ایول دعوت نمودند. حکومت روسیه تصمیم دارد که تا سال 2028 سن نفقه مردان را از 60 تا 65 سالگی و تا سال 2034 سن نفقه زنان را از 55 تا 63 سالگی بالا برد. حکومت روسیه اصرار می‌ورزد که هدف از این اصلاحات کاهش فشار بالای خزینه دولت است. ولی مخالفین اصلاحات میگویند بر پایه این برنامه سن نفقه از میزان میانه زندگی انسان در بعضی مناطق روسیه بالاتر خواهد بود. در یک هفته از زمان اعلان این برنامه حکومتی، ریتینگ یا خود دستگیری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 6% کاهش یافته از 75 تا 69% پایین رفت. من به اینجا اومدم زیرا مخالف بالا بردن سن نفقه هستم. به فکرم این غارت است. اگر همه مردم بر ضد این اصلاحات صدا بلند کنند، باور دارم که این سند تصویب نمی شود. من در 42 سالگیم کار یافته نمیتوانم. کار دهندگان مرا به کار نمیگیرند چون که 30 سال محدودیت است. به من بارها گفتند حتی در 30 سالگی من برای پیدا کردن کار ناشایم به حساب میروم. آنها میخواهند ما تا 65 سالگی کار کنیم. من نه از روی آوازه ها و از روی آمار رسمی میدانم که میزان میانه حیات این مردان از 65 سال پایین است. با هدف تامین نظم و ثبات پرزیدنت روسیه دستور داده است که در 11 شهر میزبان جام جهانی فوتبال برگزاری هر گونه راهپیمایی‌ها منع گردیده، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات صلاحیت‌های علاوه‌ای در اختیار داشته باشند. مقامات چند از اشتراکچیان اعتراضها را بازداشت نمودند ولی بعد تفتیش اسناد اکثر آنها را جواب دادند.